خیلی اومدن برای جوانسازی و برای آبرسانی به پوست میان از کرم‌های مختلف هیالورونیک اسید استفاده میکنن. اما یه ماده وجود داره، یه مزوژل هایی وجود داره که با استفاده از تزریق اون توی پوست باعث آبرسانی، جوانسازی و بهتر شدن حالت پوست صورت میشه. حالا این روش‌ها چیه؟ بیا ادامه ویدیو بیشتر برات توضیح میدم. یکی از روش‌هایی که وجود داره تزریق مزوژل ها داخل پوسته. این مزوژل ها چیه؟ یکی از معروف‌ترین برندهایی که وجود داره مزوژل پروفایلوس. پروفایلو با بقیه مزوژل ها چه تفاوتی داره؟ تو این پروفایلو اومدن از هیالورونیک اسید با وزن مولکولی پایین استفاده کردن. این وزن مولکولی پایین باعث چی میشه؟ باعث میشه که هم دردش هنگام تزریق کمتر بشه، هم این هیالورونیک اسیدی که داره وزن مولکولی پایینی هست به سرعت بهتر جذب بشه. علاوه بر اینکه پروفایلو داره هیالورونیک اسید با غلظت بسیار بالایی، داره مواد مغذی هم هست که باعث میشه پوست جوان‌تر و سالم‌تر بمونه. ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم این مزوژل رو میایم تو ناحیه دیپ ترم پوست تزریق میکنیم. به چه صورت؟ ما میایم 5 تا نقطه رو توی ناحیه پوست انتخاب میکنیم، 5 تا ناحیه اصلی که اگه اونجا مزوژل تزریق بشه بیشترین تاثیر رو داره. این 5 تا نقطه رو انتخاب میکنیم. تو این 5 تا نقطه با استفاده از سرنگ‌های مخصوصی که خود ژل پروفایلو داره میایم تزریق میکنیم و باعث آبرسانی به شدت خوب و همچنین تغذیه سلول‌های پوست میشه که باعث میشه که این سلول‌ها جوان‌تر و تقسیمات بهتری داشته باشن و باعث شفا شدن پوست میشه. حالا شاید براتون سوال باشه که بهتره چه سنی شروع به تزریق پروفایلو کنیم. سنی که پیشنهاد شده سن حدود 20 سالگی. البته اینجور نه که حتما مثلا تو رنج سن 20 تا 30 سالگی این کار بخوایم انجام بدیم. تو سنی بالاتر هم میشه این کار رو انجام داد، ولی خیلی بهتره که شروع کنیم به پیشگیری، شروع کنیم به اینکه پوست رو جلوگیری کنیم از افتادگیش، از خشک شدنش. پس سنهای پایینتر خیلی تاثیرگذاری بهتری داره. چند جلسه طول میکشه که این تاثیرات ما ببینیم. واسه تزریق پروفایلو جلسه اول که تزریق شد 1 ماه بعدش جلسه دوم و جلسه بعدی هولوش 6 ماه بعد میشه که میتونیم تاثیر خوب این مزوژل رو ببینیم. این مزوژل چه عوارضی داره؟ مهمترین عارضه‌ای که مزوژل داره عارضه حساسیت آلرژی. تعداد کمی از افراد هستن که به هیالورونیک اسید یا موادی که داخل این مزوژل وجود داره حساسیت دارن که مشکل خاصی ایجاد نمیکنه، یه خارش میده، یه تورم مختصر میده که میشه خیلی به راحتی جلوی اون رو گرفت. پس عارضه آنچنانی نداره و شما میتونید با تزریق مزوژل صورت جوان‌تر، بهتر و خوبتری داشته باشیم. حالا بعد از اینکه مزوژل رو تزریق کردیم چیکارها نباید بکنیم؟ اون محلی که مزوژل تزریق شده نباید دستکاری کنیم، چون با دستکاری کردنش باعث میشه اون مزوژل به لایه‌های دیگری از پوست یا به مناطقی از پوست مهاجرت کنه که ما نمیخوایم اونجا بره و همچنین نباید در معرض گرما نگرش داریم، یعنی نباید تا چند روزی که مزوژل رو تزریق کردیم فعالیتی کنیم که تحریق زیاد کنیم یا تو محیطایی باشیم که خیلی گرم باشه، ماساژش نباید بدیم. این کارا باعث میشه که مزوژل بیشتر تاثیر داشته باشه. خیلی خوشحال میشم که ما رو دنبال کنین تو کانال یوتیوب و آپاراتمون و همچنین پیج ما رو جهت یادگیری بیشتر مطالب فالو کنین.